بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه التابعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما برادرای عزیز و این روز بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و همه شما را برای آمدن برای ادا کردن فرض از فرضهای الهی خوش آمدید میگویم و یک جایه با شما در آغاز سخن دعای میکنیم: اللهم طهر قلوبنا واستر عیوبنا واشفی مرضانا. پروردگارا، تمام بندگان تو دستهای خود پهن کردند و ما میدانیم که ذات تو دوست می‌دارد وقتی که بنده از او سوال میکند. پروردگارا، دلهای ما را از جمیع حسد، از جمیع کینه، از جمیع بخل و بدبینی خدایا طاهر بگردان. و خدای مهربان، بندگان آلوده عصیان هستیم، خطاهای ما از موی بدن ما دیده زیادتر است. خدای مهربان، خطاهای های ما را در دنیا و در آخرت پرده پوش بگردان. و پروردگارا، در دهنده هم خودت هستی، شفا دهنده هم خودت هستی. خدایا، بندگانی که از جانب این بندگانت بیمار هستند، خدایا شفای کامل و شفای عاجل نصیب و روزشان بگردان. وقضی دیوننا، خدایا بندگانی که امروز قرضدار هستند، خدای مهربان قرضهای آنها را کنده بگردان. و بیض وجوهنا وارحم آباءنا و اجدادنا. خدایا، ما میدانیم روز قیامت بندگان تو دو طایفه میشوند، یکی روی سیاه و یکی روی سفید. خدایا، ما را از همان طایفه روی سفیدها بگردان. و خدای مهربان، گذشتگانی که از این جمعیت ما گذشتند همگی را رحمت و مغفرت بگردان. اللهم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی برحمتك یا ارحم الراحمین. جمعه پیشین موعظه‌ای که با شما انجام دادیم این در باب نشانه های قیامت بود که الحمدلله که ما و شما آگاه شدیم پیش از آنی که این روز دهشت، این روز وحشت و بالای ما و شما می آید و خود نشانه های داشت که ما از نشانه های او آگاه شدیم. و خدا خواسته باشد جمعه آینده در باب روز قیامت، برپا شدن روز قیامت انشاءالله صحبت ها میکنیم و چگونه ای که وعده داده بودیم که یک چند سوال هایی که منتظر جواب هستند اینها را برای شما جواب میگردانیم. پیش از سوال و جواب یک غزل حضرت مولوی از ایجادیاتش که نام غزل فریاد زدن ملائک در گورستان است
که در گوریستان این ملائک چی فریاد میزند، چی مراجعت میکند، انشاءالله آگاه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیدم در تواریخ‌های اخبار، بدیدم در تواریخ‌های اخبار، چنین فرمود دانایانی هوشیار. به هر روز به وقتی بامدادی، به گوریستان ملک سازد منادی. حضرت گفتند من از خیلی آدم‌های دانا برای شما روایت می‌آورم و از خیلی تاریخ‌هایی که گذشتگان ما داشتند، از اون تاریخ‌ها برای شما یک روایت میکنم و روایت این است که هر روز وقتی که بامداد می شود، صبح دنیا را فرا می گیرد، ملائکه از ملائکه های خداوند بالای گوریستان های مسلمان ها می ایستند و صدای می دهند. چی صدا می دهند؟ می گویند که ای شاهان روی تخت و تخته، گذاریدید جمله مال و رخته. نهان در زیر خاک بینوایی، اسیری ظلمتی گوری سیاهی. از پادشاها سر میکند. گوریستان البته مکانی هست که پادشاه هم خوابیدگی است، وزیر هم خوابیدگی است، آدم فقیر و گدا هم در همون منزل خوابیده هستند. فریاد میزده است ای شاهانی که شما بالای تختهای زرین و تختهای نرم نشسته بودین و عاقبت بالای تخته و این مکان آمدید. شما میدانید که بعد آمدن شما مالهای شما در دنیا باقی ماند و خود ای شاهان در زیر خاک هستین، در یک مکانی هستین که دیگر شما بیرون برآمدن نمی توانید. خدا رحمت کند ابراهیم ادهم را هم که یکی از شاهان بود، پادشاه بود، به لفظ امروزه ما و شما بگیم پرزیدنت بود، بالای تخت نشسته بود و حضرت این تخت را ترک کردند، از بالای این تخت پایان شدند و پارسایی را برای خود اختیار کردند. از ابراهیم پرسان کردند ابراهیم این تختی که تو نشسته هستی چگونه یک تخت ملایمی بود و این خوراک هایی که تو میخوردی هیچ کس این خوراک ها را خوردن نمیتوانست، شربت هایی که تو می نوشیدی این شربت ها به دست مردم نمی رسید، آن فراش و آن جایگاه خوابی که تو داشتی چشم نادیده بود وی را، چرا این تخت را ترک کردی؟ و برای این تخت امروزها چی جانکنی ها می شود؟ امروز اگر شما صحنه شهر اوکراین را تماشا کنید، برای پادشاه شدن مردم دوام یک هفته‌شی در زیر برفها ایستادند تا که این دو بدبخت شود یکی پادشاه شود. حضرت ابراهیم چی گفتند؟ کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ چرا این ملک جهان را برهم زدی؟ چرا پادشاهی تا دوام ندادی؟ چرا اینقدر راحت تو پسی پشت پرتافتی و این پارسایی و درویشی و فقیری را پیش ای خود کردی؟ بگفت حضرت چی گفتند؟ بگو هنگام روی تخت بودن به چشمم تخته را وانمودند. من وقتی بالای تخت بودم یک تابوت را دیدم، بدیدم خوابگاه خیش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. بعد این تخته را دیدن من هم به خود آمدم که روز از روزها این ابراهیم ادهم اگرچه در تختم باشد بالای این تخته البته سوار می شود
و روز از روزها این لحظه که تمام فقیران و محتاجها داخل اون میشوند، خانه من هم مثل خانه این فقیران است. از این بابت گریبان را زدم چاک. چی سود؟ حضرت گفتند چی سود از تخت آی روی تخته که نوشی قطره آب زی پخته. حضرت گفتند چی فایده دارد وقتی که من از بالای این تخت های زرین روز بالای این تخته قاق سوار می شوم، و چی فایده دارد که تمام شربت ها در زیر اطاعت من باشد و روز از روزها با پخته بر من آب بچکاند. ملک منادی می کرده است، فریاد می زده است. باز مراجعت می کند ملائک و ای نازک جوانان گلندام و زیر خاک گشتی تو آرام، و ای پیرانی پر محنت کشیده بخوردی لذتی رحلت چشیده. بعد شاهان مراجعت میکرد به سوی جوانانی که تا حال حیات خودشان پره نکردند و به زیر خاک همه خوابیده هستند، و به سوی پیرانی که خود ضعیف بودند باز چنگال عزراییل آنها را ضعیفتر کرد، به سوی آنها هم مراجعت میکرد است، فریاد میزد است. چی میگفت است؟ چی دارید آرزوی دل بگویید، ای شاهان، ای جوانها، ای پیران موی سفید که در زیر قبر خوابیده هستید، چی دارید آرزوی دل بگویید؟ در این خاری فرو از آب روید. شما این مکانی آمدین که در اینجا آب روی شما نیست دیگر، آب روی شما پرید نابود شید. لیکن از شما خواهش دارم که چی آرزو دارید؟ آرزوی خودتان برای ما بیان کنید. همه گویند در دنیای فانی نداریم آرزوی زندگانی. همه این اهل گورستان چی میگفته است؟ ای ملائک، ای بنده خدا، آرزوی ما همین است که دویم باره دیگر بر حیات بر نگردیم، دویم باره زندگی برای ما برپا نشود. ولیکن حسرتی بسیار آرمان به دل داریم از صدها فراوان. دویم باره حیات زندگی را نمیخواهیم. برای ما همون دنیایی که عاقبتش چپشیدن و نابود شدن است، برای ما آن دنیا هیچ اهمیت و هیچ آرزوی ما داخل نمیگردد. لیکن در دل یک آرزو و حسرت‌های زیاد داریم. چی هست؟ که تا زنده شویم یک بار دیگر بگوییم ذکر پاک نام داور. تا که خدایا ای ذاتی که تو مرده را زنده میکنی و زنده را مرده میکنی، همه این به ید قدرت توست. خدایا از تو تمنا و آرزو داریم که یک بار دیگر ما را زنده بگردان، تا که به خانه خود برویم و با یک حیات قدم بزنیم، تا که از حیات گذراندگی خودمان راضی باشیم و چنان ذکر تو را چنان بیان کنیم که پروردگارا تو در اون زمان از ما راضی بگردی. دریغا نیست دیگر زندگانی، دریغا نیست دیگر زندگانی، به حسرت خفته ایم در خاک دانی. لیکن حضرت ها باز ناامید می شوند که خدایا میدانیم که تو زمان در قرآن ما خوانده بودیم یا از زبان یک داملای شنیده بودیم که خداوند شما فرموده بودین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ما ظاهر میکنیم که خدایا ما را زنده بگردان و ذات شما بر ما جواب میگرداند که بعد مردن دیگر زنده گردانیدن و به سوی خانه رفتن نیست دیگر. خدای شما دانست که شما در حیات چی کار میکنین و چگونه به نزد من میآیید.
بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، مده از دست کسب بندگی را. بگو ذکر و مگو ناگفتنی را، بکن امر و مکن ناکردنی را. حضرت جنونی ما و شما را در آخر نصیحت کردند که ای مردم بیدار شوین، از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است، عمر ارزشش به نهایت قیمت است. شما به قدر عمر خود برسین، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید تا که در نزد خدای خود خجالت نباشید. رسول اکرم میگوید یتبع المیت ثلاثه، وقتی بنده از دنیا میگذرد سه چیز از پس وی میرود تا گورستان. چی است وی؟ اهله و ماله و عمله. اهلش، اولادش، مالهایی که داشت، عملهایی که داشت، هر سه اینها تا گورستان از پس مرده میروند. فیرجع اثنان و یبقى واحده و یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. پیغمبر خدا گفتند پس میگردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت اونها پس میگردند و همراه این مرده همان عملی او باقی میماند. خلاص. رسول الله گفتند من این حدیثی که الحال برای شما بیان کردم به یک مثال عادی به شما تشبیه میتونم. یک برادر سه برادر دارد، یک شخص سه برادر دارد. پیغمبر خدا این حدیثی که الحال به شما گفتم مثال میارد. سه برادر دارد. وقتی که این برادر بیمار می شود به سوی این سه برادر مراجعت میکند، به یکی از اینها: برادر عزیز، من الحال بیماری دارم که عاقبتش وفات است، تو برای من چی خدمت میکنی؟ میگفت است برادر، میگفت است مادامی که تو بیمار هستی من تو را بیمارداری میکنم، من برای تو غذا تیار میکنم، همه حالتهای وزنی تو را به دوش خود میبردارم. وقتی از دنیا گذشتی من تو را غسل میدهم، کفن میکنم و داخل قبر میگذارم. پیغمبر خدا گفت این اهلش است، این اهل هست، یعنی تا داخل قبر اهل اولاد خدمت میکند. این برادر برادر اهلی هست. گفتند باز این بیمار به سوی برادر دیگه مراجعت میکند: تو چی خدمت میکنی؟ میگوید برادر عزیز، برادری من و تو فقط در همین حیات است، بعد تو من از این خانه تو باز خانه دیگر کس میروم. رسول اکرم گفتند این برادر مال است، این مال است. گفتند امروز در دست این کس است، فردا از دنیا که گذشت باز در دست دیگر کس میافته. و سیوم برادری که مراجعت میکند میگوید تو چی خدمت میکنی؟ میگوید خدمت من همین است که من همراه تو در داخل قبر میستم و از وحشت قبر تو را نگاه میدارم، سوالهای منکر و نکیر را جواب میگردانم، روز قیامت در ترازوی اعمال تو چکار میکنم؟ وزنین میشوم، سنگین بگردم. پیغمبر خدا گفتند این برادر عملت هست، ای اصحاب من از این سه برادر کلامش اختیار میکنید؟ گفتند آخرش پیغمبر خدا اونی که همراه ما در قبر هست، این عمل هست. حضرت علی روز به یک وادی میگذشت با همراهی کمیل رحمت الله علیه. کمیل میگوید در یک وادی یک قبرستان را دید علی و جانب قبرستان گشت. گفت ای اهل قبرستان، آیا برای ما یگان خبری دارید؟ دمی میگه خاموش ایستاد. و بعد این باز علی گفت خبرهای ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید مالهای شما تقسیم شد، فرزندهای شما یتیم شدند و زنهای شما شوهر کردند. این خبر ما بر شماست.
آیا یگان خبری از شما بر ما هست؟ حضرت کمیل میگوید حضرت علی این سخن گفتن و گریان شدند و بعد باز جانب من گشت و گفت اگر اهل قبرستان زبان می داشتند هر آینه می گفتند که از خدا بترسید و حق خدا را در حالت زندگی بجا بیارید. اگر اینها زبان می داشتند. این یک تفسیر عادی و مختصر و ساده در این غزلیات حضرت جنونی هست. البته خلاصه کلام این است که ما و شما باید که با قدر حیات خود برسیم، نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چکار کنیم غنیمت بشماریم، زیرا ما و شما نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. میگذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک میدانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقت گذشتن از منزل روزها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان میگذارین، گورستانی که روزها خوابیده‌اند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن انکار میکردین، شما کسانی بودین که نماز در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خدا به عرق نوشی سپری کردین. وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین، خدای شما گفته بود این الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم که خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند، به ضمن خدمت باز دشمنی خودش میآورزد، او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما، امروز در روز قبول دعاست، از برای من دعا میکردید که کاری مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همون مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار بگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتن اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند، این دیوسی را نشان میدهد. برای البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی.
خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست خدایا مشکلات تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن ختم نیست. حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نقص بنویسش. نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس، میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر و مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر و مادر اگر چندی که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر و مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته او پدر و مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر و مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملایی که هستند پرسان کنند ما را چند کس میگوید، ما راستی بار میپرسیم پدر و مادر باشد، اشتراک داشته باشند، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزا اونها تربیت کردند. باید که البته حضور داشته باشد و تمام داملاها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینا را باید که ما بفهمیم، داملاها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد، من بعض داملاها این رساندن هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودند. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست، زندگی بی جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خچان نکاح کرده دادن. ببینید این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن با اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که به او بی نکاح است، اون نکاح نشد، اگر چند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جان آمده است. این زن بی طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا هست آخه. تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد، زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند اون شوهر نیست، این نکاح نیست. همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد با او زن دیگر همخوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسیم. السلام علیکم داملای عزیز، من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه به ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن منع است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، با
باز یک بار گناهکار میشن. التماس من راستی با این سوالم نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نه آید. دیکن دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، اینطوری ابو جهلا پر است. ما برای هیچ غم هم نداریم. در هر زمان محمدی هم است، ابو جهلی هم هست. این مکان میگد به هر روی گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمیشود. میکنم که سوال مرا با پررگی جواب گوید. در ماه شریف رمضان در 30 روز ماه دخترها با پسرها مابین روز در بخچکایی میکنند. این روزه نیست. وقتی که بخچکایی برای شما گفتم، مزار پرستی برای شما گفتم، فالبینی برای شما گفتم، اینها چیزایی هستند که برادرای عزیز از اسلام ما نیست. بزمی این باز شما در نزد خدا عاصی و گناهکار میگردین. به اینها رجوع نکنین. امروز اکثر سوداگرها در این مسجدهای ما و شماست، همون خارهایی که شما کلان کلان در دکانهاتون کشال کردین، این نشانه اون است که تو توفیق نداری، تو از خدا نمیترسی، تو ایمانی بر خدا نداری، تو فقط همون خار، از همون خار تو چی داری؟ حاجت و برکت دکان تا طلب داری. اون خارها را از دکانات دور کنین. نلهایی که در دروازه هاتون آویزان کردین اونها را دور کنین. در رمضان کرده باشد، از رمضان ثوابش تماما محروم شده است. رمضان چیزی نیست که همین دهن بستی و تشنگی تمام به همین روزه بجا آمده باشد. نه، تمام اعضای انسان باید روزه دار باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. که دامله حاجی میرزا، حمام رفتن مردها یک جای درست است یا نه؟ حمام، من برای شما چند حدیث اینجا نویساندم، میخوانم الحال خطان ملاحظه کنین که حمام چی معنی داره. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اتقوا بیتا یقال له الحمام. پیغمبر خدا گفتن از خدا بترسین و آن مکانی که نامش حمام است به اونجا قدم نزنید. قال یا رسول الله انه یذهب الدرن و ینفع المریض. صحابه گفتن پیغمبر خدا، حمام مکانی هست که چرک آدم دور میگردد و بیماری هایی که باشد از حساب حمام بیماری ها نابود میگردد. قال فمن دخل فلیستتر. پس مادام کدامی از شما میخواهد که حمام داخل شود، بایستا که ستر عورت بجا بیارد. رسول اکرم در آخر گفتند از این خاطر وقتی شما حمام میدرآیین، جوانای عزیز یا پدرهایی که حمام میروین، اولا حاجت به حمام نیست. الحمدلله امروز یک سرپوشه داریم یا یک پیچکه داریم که در همون یک کمی همون را بتسپانیم، آب گرم کنیم، در همون سر بدن خدا بشوییم. از اوی که ما و شما در یک جمعیت داخل می شویم که همه اگرچه تو سطر داری لیکن اون دیگرها سطر ندارند، به نظر کردن اونها، به داخل شدن مکان اونها تو هم گناهکار هستی. حضرت سلمان فارس از ما و شماست، میگوید 3 بار گفتن حضرت مردن و زنده شدن را به عهده دارم، لکن نظر کردن به عورت یک برادر را اختیار نمیکنم. 3 بار حضرت گفتند مردن و زنده شدن را به عهده دارم. این مردن خیلی کاری مشکل است، جان دادن خیلی کاری مشکل است. این را به عهده دارم، لکن به عورت یک برادر نظر کردن را من برای خود اختیار نمیکنم. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. اینا نسائی هم روایت کردن، ترمذی هم روایت کردن، حاکم هم روایت کردن. چی گفتن؟ کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد. چی میگوید؟
فلا يدخل الحمام الا بمئزر. پیغمبر گفتند داخل نشود حمام را مگر با سطر عورت. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا يدخل حلیلته الحمام. کسی ایمان دارد، ایمانی بر روز قیامت دارد، ایمانی بر خدا دارد، با عیسی که اجازت ندهد که زنی او حمام رود. برای زنی وی هم داخل حمام شدند هم اجازت ندهد. فقط سطر عورت. این هم یک حالتی اگر ناگوار برای شما باشد و اگر حمام هم اختیار میکنید جایی دارد تنها برای هر آدم، اونجا را برای خود اختیار کنید. برای جمع بین جمعیت و ترک سطر کردن شما اگر روز جمعه باشد از جمعه تماما بالکل از ثوابش محروم هستید. اگر در روز جمعه رفته در حمام باز با یک بدنهای لوچ یا اینکه اگر سطر عورت هم داشته باشید پهلوی تو لوچ باشد تو از ثواب جمعه محروم هستید. السلام علیکم داملای عزیز و گرامی، یک چند سوال را از شما پرسان میکنم. شما گویید که مادر به سر گور فرزندش رفته دعا کردن روا هست یا نه؟ دویم، مفهوم روضه امام اعظم چیست؟ روضه گفته باغ، باغزار یا مقبره یگان عالمی که از دنیا میگذرد وی را روضه میگویند، یا ما و شما میگوییم روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی مرقدش همون را روضه میگویند. روضه ابو حنیفه هم مثل همین است، چگونه ای که در بغداد است، در بغداد حضرت خوابیده هستند، مثل همون است مرقد ابو حنیفه. سیوم، پیشتر یعنی در عصرهای پیشین وثیقه‌نامه بوده است. این چگونه حجت بوده است؟ وثیقه‌نامه اینا همون اولادهای خودشان و وثیقه‌نامه گفته همین گواهنامه را هم میگن، گواهنامه را وثیقه‌نامه میگن. یا اینکه اگر مطلب شما این باشد که مثال بعضی آدم‌ها پشت‌های خودشان چند پشت تا کی میرسد گفته اونا را حجت کردگی هستن، معنای همراه هم داره. زنی که سینش به 70 رسیده است اگر مرد با زن دیگر گرفتن مراق داشته باشد ولی زن مانع شود یا خود رشک برد با وی اوبال نیست؟ نه اوبالی چی هست آخه؟ مثال اگر مرد مراق به زن دیگر داشته باشد و شرایطش میرسیدگی باشد تأمین هر این زنها را میکردگی باشد، اینجا هیچ یگان رشک زن و مانعگی زن هیچ اهمیت ندارد. و سوال اولی که شما گفتین آیا مادر به گورستان به نزد فرزندش دعا کرده میتواند یا نه، من یک حدیث از پیغمبر خدا به شما میخوانم که را حاکم روایت کرده است. ابن ابی ملیکه وقتی میگه عایشه صدیقه از گورستان برگشتن، این زن از عایشه سوال کردند من این جئتی؟ از کجا آمدی عایشه؟ قالت من قبر اخی عبدالرحمن ابن ابی بکر. گفت از نزد قبر برادرم ابی بکر عبدالرحمن ابن ابی بکر آمدم. فقلت لها الیس کان النهی عن زیارت القبور؟ عایشه آیا پیغمبر خدا نگفته بود که زنها باید که به زیارت قبرستان نروند؟ قالت کان النهی ثم امر بزیارتها. بلی گفت ای ابی ملیکه پیغمبر خدا اول من کردند لکن در آخر اجازت دادند که رفته زنها هم قبرها را زیارت کنند. لیکن حدیث های زیاد هم در باب منع کردن زنها برای زیارت قبرها هست از پیغمبر. لیکن امروز حاجت به سوی قبرستان رفتن زنها را هم در مذهب ابو حنیفه میگوید خاطرش این است که اینها طاقت صبر ندارند و در داخل قبرستان که جزا و فضای زیاد میکنند، از این خاطر گفتن نرفتنشان بهتر است. و وقتی که اگر میروند باید که سطر اسلامی داشته باشد. لیکن از همه بهتر همین است که هیچ حاجت نیست
در همون خاندان دعا کنند، در حق فرزنداشون دعا کنند. انشاءالله خداوند دعای اونها را میرساند. شرط نیست که همون قبرستان یا که مزارها در مثال ما و شما همین زنهای ما و شما آباد گیرند، هیچ حاجت نیست. سلام داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم که به این سوال من جواب گردان. نماز بامداد قضا شود، در کدام حالت خواندن درست است؟ بعد از شام درست است یا بعد از پیشین؟ نماز شام نماز قضا وقت ندارد. بامداد قضا شد، تا پیشین میخوانی، بعد پیشین میخوانی، پیش عصر میخوانی، بعد عصر میخوانی، بعد شام میخوانی، همه صورت جایز است. کدام حالتی ده که نماز قضا را میخوانین البته به البته جایز میشود، درست میشود. السلام علیکم داملای عزیز، من بر نماز شما از کوچه چرمگری پایان می آیم. شما را از محبت بسیار چند بار در خوابم نیز زیارت کردم. یک شب خواب دیدم شما و خودم و حضرت عمر یک جا نشسته ایم. حضرت عمر می گوید که کمی صبر کنید، رسول اکرم می آید. دیگر نمی دانم که پیغمبر را دیدیم یا نه که این که بیدار شدم. این چه خیلی خواب است. من چند بار گفتم من تعبیر خواب نمی کنم، لیکن وقتی آدم خواب می‌بیند حضرت عمر یا یک عالم، یعنی یک آدم نمایانی که در راه خداوند نمایان شده است، وقتی وای مثال شما در خواب می‌بینید، این یک معنای او را دارد که ایمان شما قوی شده ایستاده است، ایمان شما کامل شده ایستاده است. خوش به حال او برادری که حضرت عمر را در خوابش می‌بیند، حضرت ابوبکر را در خوابش می‌بیند، حضرت عثمان را در خوابش می‌بیند. این در هر خواب داخل نمی‌شوند. داملای شیرین سخن عزیز، خداوند سخن از خداوند و بعد از جماعه مسلمین که در حق فرزندان همه و در حق فرزندان من دعای خیر کنید که دعا طلب کردند از غرب و مهربانی های پدرشان. یعنی برادرایی که در سفرها هستند، تحصیل علم میکنند یا برای رزق روزی رفتند، خدای مهربان آنها را صحت سلامت برده، صحت و سلامت به خاندان برگشته و آمده در جمعیت و در دین خدمت کردن را خدا نصیبشان بگردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم، در محله ما داملا امام تسبیح بعد نمازها را بلند نمیخواند. قوم در حیرت ماندند از ترس ملا امام آیا بخوانیم یا نه. بلند خواندن تسبیحات 33 بار فرض است یا سنت؟ التماس جواب دهید. حضرت ابو هریره میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من سبح الله فی دبور كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وتمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. پیغمبر خدا گفتند هر کسی بعد نماز 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر میگوید و 100 کلمه این بلا اله الا الله وحده لا شریک له انجام میدهد، خداوند مغفرت خطاهای او را میکند اگرچند که مثل کفک بحر که خطا داشته باشد. از این خاطر ملا امام هم که گفت شما هم برابر ملا امام همان تسبیح ها را گفتن بگیرید. خواه نماز بعد نماز شام هم شما تسبیح ها را بگین، بعد هر یک نماز تسبیح ها را بگین. انشاءالله خداوند مغفرت گناه های شما را میکنه. درود و رحمت خدا بر شما ای داملای محترم. خداوند عمر شما را دراز و با برکات گرداند. از شما خواهش دارم همین موضوع ها را برآمد کنید. من یکی از مخلصان دائمی این مسجد هستم. این برادر 3 موضوع را برای ما پیشنهاد کردند که همین ها را بسیار خوب میشود برآمد کنید. یکم قربانی حضرت اسماعیل، دوم حضرت ابو حنیفه را ترجمه حالش را، و سوم درباره تربیت فرزند. انشاءالله همین ها بعد موضوع قیامت خدا خواسته باشد در اراده و در نیت ما هست.
البته این عید قربان، نزدیکی های عید قربان که مخصوص همین قربانی حضرت اسماعیل است، به شما ان شاء الله میرسانم. السلام علیکم داملای شیرین سخن و شیرین بیان. ما یک گروه زنهای کوچه چرمگر پایان نماز تراویح میخواندیم. در این بین سوالهای به میان آمد که با عقل آدمی درست نمی آید. یکم، جوگی را نان دادن اوبال بوده است. دویم، چیزی که به جوگی صدقه میدهی باید به زمین بگذاری تا که زمین گواه شود. و سوم، کتابهای چاپ شده که در بازارها میفروشند ما میخوانیم، خواندن آنها نادرست بوده است. کمینه کمترین سوالهای دراز میدادگی شما برای من معلوم است، اما من میخواهم همه زنها بفهمند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: رد السائل ببذل یسیر. هر وقتهای طلبنده که اگر خانه شما آمد با اندک چیزم که داشته باشید و یا خرسند بگردانید. او رد جمیل، اگر چیزی نداشته باشیم با سخن خوب وی را از خانه بیرون کنید. فإنه یأتیکم من لیس من الانس ولا من الجن ینظر کیف صنیعکم فیما خولکم الله. پیغمبر خدا گفت شاید این که خداوند روز نه از طایفه آدم نه از طایفه جن کسی را خانه شما روان کند برای امتحان که بنده من چگونه جوان مردی داشته باشد. شاید این سائل، این طلبنده آدم نباشد، میگوید پیغمبر. شاید یک فرشته را خداوند در همین صورت تبدیل میدهد و خانه شما روان میکند تا که بنده من چگونه قدرت دارد، چگونه معامله دارد، شما را خدا شاید که این طریق هم بسنجد. از این خاطر گفتن حتی سوره و ضحی را نگاه کنین، و اما السائل فلا تنحر. خدا میگوید با جانب طلبنده شما داد و فریاد نزنید، طلبنده را گپهای قبیح نگین. شاید وای طلبنده نباشد. خداوند این گونه امتحانها هم بالای ما و شما میکند. شاید که فرشته باشد که ما و شما احتیاج به اون یک کلوله چای و یک سومی ما و شما نباشد، لیکن وقتی ما او را جواب میگوییم، جواب خوب میدهیم و شاید دعا کرد که خدایا در این خاندان برادر فیض و برکات را نازل کند، خانه ما و شما پرفیض و پربرکات شود. این گونه امتحان ها از جانب خدا هست. اینجا وقتی من کم مانده است، اینجا سوال های زیاد است. در دوره های پیغمبر خدا ابو هریره روایت میکند، میگه روز رسول اکرم در حلقه ما نشسته بود و یک حکایه از دوره های بنی اسرائیل کرد که را مسلم هم روایت میکند، بخاری هم روایت میکند. میگوید گفت که در زمانهای بنی اسرائیل خداوند 3 مرد را سنجید. یکی از آنها کسل سفید پوست بود، یعنی ما و شما پیس میگوییم. یکی از آنها میگوید موی سر نداشت، کل بود. و سیومش میگه نابینا بود. این 3 طایفه را میگه خداوند یک سنجش گذرانید. چگونه؟ ملائکه را روان کرد نزد این آدم سفید پوست و گفت ای مرد خدا چی میخواهی؟ چی خواهش داری؟ گفت خواهش من همین است که از این بیماری من تمام یار و رفیق من از بدن من دور شدن، از بر من دور شدن. میخواهم که یک شفای خداوند بر من نصیب بگرداند. این ملائک میگه دست خودش در همون بدن همون مرد دوان و مثل اوله چکار شد؟ پوست اوله اشغال کرد بدن او را و بعد گفت از نعمتهای دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک شتر را صاحب شوم. یک شتر را میگه این فرشته آورد نزد این مرد گذاشت و گفت خدایا در این اشتر برکات نصیب بگردان و رفت. چنان میگه برکاتی شد که دشت ها پر از شتر شد. رفت پیش این آدم بیموی، از اونم سوال کرد. این مرد هم چی گفت؟ گفت میخواهم که دعای کنی که همین موی من مثل موی اول و جوانی هم بگردد. میگه همچنان دستش در بالای سری وی دوان، موی سر مثل اوله شد. گفت از نعمت دنیا چی میخواهی؟ گفت میخواهم که صاحب یک گاو باشم. حالا میگه یک گاو برای او آوردن دادن و دعا کردن خدای در این گاو مال تو برکت شود. دشت ها پر از گاو مال شد. میگه آمدم پیش آدمی نابینا، گفتن تو چی میخواهی؟ گفت میخواهم که یک بینا و یک روشنی را مشاهده کنم، یک یار و رفیق با یک دیده بینا بینم.
میگه دستی خودش دواند، بینا شد و گفت از مال دنیا چی میخواهی؟ گفت برای من یک گوسفندی باشد بس است. حضرت میگه دعا کردن، بیشه ها و دشت ها پر از گوسفند شد. از این بین چند سال گذشت، من برای سنجش الهی را بینین آمد، میگه همین فرشته را خداوند روان کرد که رفته اینها را یک از امتحان گذران که اینها چی بودن و چی شدن. وقتی آمد پیش این آدم سفید پوست گفت من مسافر هستم، همون فرشته، من مسافر هستم، احتیاج به یک اشتر دارم تا که به منزلم صحت و سلامت برسم. این مرد گفت، انسان گفت من قرضدار هستم، من تو را هیچ چیز از شتر دادن نمیتوانم. گفت این فرشته بر او گفت من تو را میشناسم، تو همون آدم سفید پوست نبودی که خداوند تو را شفا داد؟ آیا تو همون فقیر نبودی که این دشت ها همه از دعای همون یک فرشته برای تو نصیب شد؟ نه گفت اینها همچنان نبود. گفت اگر همچنان نباشد و امین سخن تو دروغ باشد، خدایا تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. میگه همچنان به حالت به اولش خداوند مبدلش گردانید. آمد نزد همین آدم بیموی و این معامله را با او هم گفت. او کس گفت این گاو و مالی که میبینی اینها؟ گفت نه، گفت اینا را خدا نه بلکه اینا میراث پدرم بودن. گفت حضرت میگه دعا کردن اگر خدایا گفتن همین گپی تو دروغ باشد، خدای تو را به حالت اولت مبدل بگرداند. خداوند میگه همون اصل پیشینه چگونه ای که بود به همون حالت مبدلش گردانید. آمد نزد آدم نابینا و گفت ای مرد خدا، گفت من احتیاج به یک گوسفند دارم، چی می شود که همون گوسفند را برای من نصیب بگردانی تا که او را فروخته کنم با پول او به خانه خود برسم؟ گفت این مالی که در دشت میبینی، گفت اینها گفت همه داد خدا هستند، اینا را خداوند بر من داد، من هیچ کس نبودم، مرا این را خدا داد. یک گوسفند همین دشت در اختیار تو، چند میگیری گرفتن بگیر. این فرشته چی گفتن؟ گفتن من تو را میشناختم، تو یک آدم نابینا بودی، تو یک آدم فقیری بودی، من حاجت به مال تو ندارم مگر اینکه خدایا گفت نعمت همین انسان باز زیادتر بگردان. دعا کرده رفتن. بین این گونه امتحان ها از جانب خدا به ما و شما می شود. ما و شما اونقدر فهم و اونقدر زیرکی نیستیم که اونها را بشناسیم. شاید که یک امتحان خدا باشد. از این خاطر ما و شما هیچ معامله با آدم های طلبنده نکنیم، اونها بیچاره مجبور شدگی هستند. السلام علیکم داملای محترم، من به شما یک سوال دارم. میگویند که اگر فرمه زکسی پوشیدن ممکن است یا نه؟ میگویند اگر پوشی یک طلاق حساب میشوی. ما میخواهیم که با همین سوال ما پاسخ گردانی. یعنی برادر سوال کردن که امروز پوشاک های زکسی میپوشند خواهرای ما و شما و بر زکس میروند و توی انجام میدهند با همین فرمه ها. آیا همینجا یک طلاق همین نکاح در واقع می شود یا نه؟ گفته سوال داده است. اگر شما یک طلاق گفته باشین، من میگم 3 طلاق می شود. شرمندگی است، باور کنین، عیب است. این لباس ما و شما نیست. اگرچه ما و شما ملاشیم از این سخنها. بیایید خانه پیغمبر خدا را ما برای شما حکایت میکنم. بنی تمیم گفتگی یک قبیله بود. پیش پیغمبر، پیش عایشه آمدن، مادر ما و شما، زن پیغمبر خدا آمدن و حضرت عایشه وقتی که میگه لباس های این بنی تمیم دید که خیلی شفاف بود، خیلی تنوک بود، یعنی بدن نما بود. میگه حالت حضرت خیلی تغییر یافت و گفت این کنتون مؤمنات فلیس هذا بالثياب المؤمنات. ای مادرای عزیز، گفت اگر شما دعوا کنین که ما مسلمان هستیم، ما مؤمن هستیم، این لباسی که شما در بر کردین این نشانه مؤمنی و مسلمانی شما را نشان نمیدهد. این نشانه اون نیست که تو دعوا کنی، دعوای تو دروغ است، تو مسلمان نیستی، تو مؤمن نیستی وقتی این لباس ها را تو در بدن خود میکشی. تازه عروس میگوید یوسف قرضاوی در فقه معاصرش میارد در باب لباس زنها. یک تازه عروس پیش عایشه صدیقه آمدند و میگه در بدن شاید که همین لباس های پرده هایی که امروز خواهرای ما و شما را شرمنده کردند، اینا را از ملک غرب برای ما و شما آوردند.
که اینها بپوشند، اینها مثل ما پیرو شوند، اینها مثل ما دوزخی شوند. همچنان لباس میگه در برش بود. حضرت عایشه چی گفتند؟ حضرت عایشه گفتند لم تؤمن بصورت نور امرأة تلبس هذا. حضرت عایشه گفتند ای خواهر عزیز، گفتند اگر این لباسی که تو در بر داری، این لباس کسایی میپوشد که به سوره نوری که در قرآن خدا فرستاده است به سوره نور ایمان ندارد. این سوره نور چی میگوید؟ شما الحمدلله امروز قرآن های کریلیکی هم برآمده است. سوره نور آیت 31 نگاه کنین. خداوند میگوید ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن. صدق الله العظیم. خدا میگوید ای خواهران، ای بندگان، شما وقتی لباس میپوشین، لباسی بپوشین که بدنهای شما نتابد. وقتی رویمال در سر می اندازین، چنان رویمال اندازین که گردن و گوشهای شما را بپوشاند. تفسیر نصفی نزد من است، حنفی مذهب است. حضرت میگوید در اینجا مطلب خداوند این است که گوش، گردن، دستها، بازوهای زن، همه اینها ستر هست. اینها را خدا گفته ایستاده است که باید که انسان چیکار کند؟ باید اینها را پوشیده بگرداند. اگر ایمانی بر خدا داری، ایمانی به سوره نور داشته باشی، این لباس ها را اصلا در بدن نمیکشی. و وای به حال هم برادرایی که همین لباس ها را از راه های دور میگیرن میارن و سبب گناه کردن همین مردم مسلمان کولابی ما و شما میگردن. در گناه کردن چیکار میکنند؟ یاردم میکنند. من اهل النار کاسیات عاریات مائلات ممیلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحها و این ریحها من مسیرة کذا و کذا. پیغمبر گفت از اهل دوزخ است. گفت که ها زنهایی که کاسیاتون لباس دارن، لکن لباسی دارن که عاریاتون بدنشان میتابد، مائلاتون ممیلاتون، خود که بدکار هستند، خود که بی حیا هستند، لکن این کسل بی حیایشان باز در دیگر دخترها و در دیگر فرزندها میچسبد. اینا را نپوشین، اینا را کاری که در خواهر اپاتون اجازت ندین اگر سخن شما در خانه تاثیر داشته باشد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، من سوال و جواب را دوست می‌دارم و با شما اعتقاد دارم. خواهش میکنم به سوال من جواب گردانید. میگویند بچه با دختری بگردد و غیر از خواب کردن با آن عملهای بد کند، آن را گرفتن خوب نبوده است. میخواستم از زبان شما شنوم. یعنی جوانی که اگر دست درازی میکند به سوی یک زن در حالتی که بین اونها نکاح نیست، اگر چندی که با او همخوابه هم نشده باشد، همان دست درازی تو هم زنا هست. لأن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید خیر له من ان یمس امرأة لا تحل له. پیغمبر میگوید مخیط، اینجا مخیط گفته دروش میگویند، همان دروش، همون سوزنهایی که جوال میدوزند. پیغمبر خدا گفت اگر همون دروش را گرفته و در سر یکی از شما به عدد زنند، این برای شما بهتر است از آنه که شما دستان ای مردها در وجود زنهایی که برای شما نکاح ندارند دست درازی میکنید. جوانای عزیز، هیچگاه به این عمل دست نزنید. باور کنین هم در دنیا شرمنده میشوین، هم در آخرت شرمنده میشوین. لا غنا مع الزنا، کسی که اگر زنا کرد، این سخن پیغمبر خداست، اصلا بای نمی شود، اصلا دسترخوانش نان نمی بیند و باید گدا شود، اگرچه دولت دارم که باشد. وقتی که این قدر دست درازی کرده باشی، این دختر به آبرو کرده باشی، پس او را گرفتن برای تو افضلتر است از او را که او را ترکش میکنی. با فردا یک کسی دیگر هم که گرفت، باز خبرها می رود که این مثال فلانی، این دختر با فلانی میگشت، باز حیاتی او تلختر می شود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا
از ثواب و ثمره این موعظه هایی که الحال گفته شد اهل این بندگان تا خدای برخوردار بگردانی. هر مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل این بندگان تا از خدای با فضل کرم خود برآورده خیر بگردانی. خدای مهربان، بندگانی که خیر احسانها کردند، حاجتها طلب داشته باشند، خدای حاجتهاشون برآورده بگردانی و خدای آرامی را در روی دنیا علی خصوص در این جمهوری ما برقرار و بردوام نگه بداری. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. یک مصلحت با شما رساندنی هستم، ان شاء الله از دعا میکنیم. در همین پهلوی راست ما چگونه که چند بار اعلان کردیم، یعنی عمارت طهارتگاه رفته ایستاده است. اینجا طهارتگاه کرده ایستاده ایم، یعنی اینجا زمینش خیلی کلان است. اون برادرها خواستن که یک بهبود و بهترش کنن، لکن خیلی شرایط این چنین شد اونها هم دیگر به این مکان رسیدن نتوانستند. راستی بار چندین برادرها را خداوند در عمر جانشان برکات دهد، از این محله بیرون از این محله خیلی یاردم ها کردند، لیکن بازم این بسیار یک خراجات کلانی